أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام عليكم و رحمت الله و برکاته. یکی از گناهان کبیره این از سحر و جادو می باشد که در قرآن آمده است. الله گفته است ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. شیطان به مردم سحر و جادو رو تعلیم داد و به الله کفر ورزید. یعنی مقصد شیطان این است که سحر و جادو رو به بندگان، به انسانیت آموزد تا که به الله کفر ورزند و این می آموزند تا که بین زن و شوهر جدایی اندازند. برای همین هر کسی که سحر و جادو می کند، اگر او رو دستگیری بکنند حکمش قتل می باشد، چون که به الله کفر می ورزند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث گفتند شمایان از 7 گناه کبیره اجتنبوا 7 موبقات دوری جویید. و اول شرک گفتند، سپس کشتن نفس انسان بیگناه و سوم سحر می باشد، زیرا انسان را به هلاکت می رساند. هر کسی که سحر و جادو می کند یا به نزد سحر و جادوگر می رود، او دنیا و آخرتش می سوزد. حضرت عمر رضی الله عنه گفتند که جادوگر و جادوگر زن را به قتل برسانید. پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز در یک حدیث گفتند 3 طایفه به بهشت وارد نمی شوند. یکم شراب نوش، بسیار شراب می نوشد. دوم هر کسی که رشته خویشاوندی را قطع کرده است و مصدق بالسحر، تصدیق کننده سحر و جادو می باشد. خصوصا زنها باید اهمیت بدهند، به نزد سحر و جادوگر نروند، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم تهدید کردند. در حدیث آمده است که پیامبر گفتند الرقا و التمائم و التول شرک. رقیه با آن سخنهایی که سخنهای جن و شیطان استفاده برده می شود و به کس شلف کرده می شود، این گناه کبیره می باشد. اما رقیه که با سوره ها، با قرآن، با دعاهای پیامبر صلی الله علیه و سلم، این شرک نیست. بعضی شخص ها غیر شرعی رقیه می خوانند که نه و دیگر چیزها می باشد، گناه کبیره. و تمائم، این برگردن بعضی چیزها رو آویزان میکنند که تا که چشم نرسد. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نفر رو دیدن که در دست یک رشته داشت. گفتن این چی است؟ گفت این از همون حرارت و حمه نگه میدارد. پیامبر گفتن بگیر او رو از دستت کناره بکن. و تیوله شرک گفتن. تیوله این است که اون چیزی که به گردن، به دست، یا که دعایی که سحر و جادوگرها میکنند تا که زنها نزد شوهرها محبوب شوند، یا که کسی را خنوک میگویند، از دیگر جدا میکنند. یفرقون بین المرء و زوجه. این گناه کبیره میباشد. برای همین باید مردها از زنهایی که پیش سحر و جادوگر میروند آگاه شوند، زیرا زنها بسیار نزدی سحر و جادوگرها میروند. برای همین این یکی از گناهان کبیره می باشد. این بود درسی گناه کبیره از سحر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.